همداران عزیز، من 2 سال پیش همین اتومبیل رو به شما نشان دادگی بودم. بچهای خوجگی دیخانی نامش چی بود که مروجانکا همین تیکو رو موتورش رو گرفته دور پرتافتن و به موتور کردن و الکتروموبیل کردن. حاضر ما الکتروموبیل رو سوار شده باغ بالاش میریم. شنید یک رزبرات کنید من الکتروموبیلش همین این دستی کردگی اینا اوستو کرد 3-4 سال پیش بودم. این خودش اکوپات کرد می پولی خودش این نغزه این بالا لبوی موتور جوش شده میرود. این یگان چی نمیشه، نه موتورش میجوشد نه آبش میجوشد، نه او دورانی اکومولاتور دور نه همه چیز زود. من مهمونو به تماشا کنید الکتروموبیل به دست خودشون کردگی. من بچهای ترسون زوده بلندی ها او نمیجوشه میگه نه آبش شده رفت مسئلهش نموند. آب نداره اگه میجوشه آخه آب باشد میجوشه. ماشین لالمی ماشین لالمی اوینه ماشین لالمی. انا هم پوری هم اکومولاتور تگش. انا اینجا پوری اکومولاتور تگش. برو شما کم کردگی. من هم سوادش زده نک پری ابرازات الخطی ها و چی میکنم شما یک های کنید ماشین ما ببینیم. همینجوری عزیز من های کد رفت بیا اوز من رفت رزبرات کنیم من بولو چو بوق بره. من همینجوری عزیز الکتروموبیل راهبرش ایلهام ماسک و نامجو به استادگی ایلون ماسک نه ایلهام ماسک. راهبر هم خوجگی بیاد یک تاتون شنید قتیما بیاد. انا همو باغ میریم اکنون با همین الکتروموبیل 6 تا میریم دیگر نور رو میگیریم. در پناه خدا باشد این نور تمام.